با سلام خدمت شما. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام، هوریا مسعود هستم، دانش آموز پایه نهم دبیرستان مهرورزان. شما از چه سالی وارد آزمون‌های کانون شدید؟ از اول مهر امسال، سال نهم. تأثیر کانون روی درس خوندنتون، مدرسه‌تون، معدلتون چقدر بود؟ کانون باعث می‌شد که با انگیزه و برنامه‌ریزی بیشتری من درسام رو بخونم و این به شکل پیوسته و مستمر باشه. برای همین خیلی این تاثیر داشت که من نمرات بهتری رو توی هم درسام و هم آزمونم بگیرم. از کدوم یکی از منابع کانون بیشتر استفاده کردید؟ بیشتر از کتاب‌های 3 سطحی. چرا 3 سطحی؟ چه فایده‌ای داشت؟ خب باعث می‌شد که من اول نسبتاً دشوار، بعد دشوارتر رو حل کنم، تسلطم بیشتر بشه، از آسون بریم به سمت سخت. آیا از اعضای خانواده شما هم کسی کانونی بودن یا نه؟ من مامانم چندین سال پشتیبان کانون بودن در سالهای گذشته و من بچه اول خانواده هستم، برای همین خانواده‌ام که نه اما فامیل اکثریت عضو کانون بودن. آیا شما به دانش آموزان دیگر هم توصیه میکنید کانون ثبت نام بکنن یا نه؟ 100%، چون هم به تست زنیشون و هم به اینکه با برنامه و انگیزه بیشتری درس بخونن خیلی کمک میکنه. وقتی شما میخوای آزمون رو بدی طبیعتا هم برای اون زیاد میخونی و هم به این کمک میکنه که با روش‌های مختلف تست زنی آشنا بشی. آیا آزمون‌های شما رو تحلیل میکردید شما؟ بله. چجوری کی؟ معمولا یا عصر بعد از آزمون و یا روز بعدش. از کارنامه‌های کانون از چه کارنامه استفاده میکردید؟ بیشتر از کارنامه بازیابی، چون میتونستم اشتباهات و سوالات نزدم رو ببینم و اونها رو یادداشت کنم تا بتونم حلشون کنم مشکلاتم رو. متشکرم از شما.